دستگاه جوش لیزری 4 کاره، مدل HPS 1500. وزن تقریبی دستگاه 100 کیلوگرم، ابعاد 60 در 50 در 100 سانتی متر. سورس یا تولید کننده لیزرش هم میتونه برند مکس باشه، هم BWT یا GW. توان دستگاه 1500 وات. هندپیس و کنترلرش ریتولزه، چیلرش هم هانلیه. در کنار این دستگاه یه دستگاه فیلر سیمجوش و یک عینک محافظ چشم OD6 ارائه میشه. و اما اولین کار و مهمترین کاری که میکنه یه جوش حرفه‌ایه به تمیزی آرگون با سرعتی بیشتر از دستگاه سئول و البته یه استحکام فوق‌العاده. با این دستگاه میشه به صورت نفوذی و بدون سیم جوش کاری کرد و اگرم نیاز بود به واسطه دستگاه فیلری که کنارش هست میشه سیم جوش با قطرهای مختلف و تو ناحیه جوش تزریق کرد. یکی دیگه از کاربردهای این دستگاه برش لیزریه که فقط کافیه سری نازلش تعویض بشه. همراه این دستگاه یه سری و لنز فوکوس اضافی است که باهاش به راحتی میشه تو فاصله مناسب زنگبری، تمیزکاری سطوح و رنگزدایی انجام داد. یه مدل سریع دیگه هم داره که به غیر از اون تمیزکاری میشه تمیزکاری‌های ظریف مثل کثیف شدن پشت خط جوش یا خود خط جوش رو باهاش تمیز کرد. این دستگاه برای محافظت از ادوات اپتیکش و همچنین ارائه یک جوش با کیفیت نیاز به یک گاز محافظ داره که بهترینش آرگونه. این دستگاه با توان 1500 وات میتونه فلزات مختلفی رو به همدیگه جوش بده، اما عمق نفوذش توی این فلزات با همدیگه متفاوته. مثلا برای استیل 3.5 میلیمتر، برای آهن و آلومینیوم حدود 3 میلیمتر و برای برنج حدود 2 میلیمتر حسشه مذاب ایجاد میکنه. و اما چرا صنایع مختلف از این دستگاه استقبال میکنن؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که این دستگاه نیاز به یک اپراتور حرفه‌ای نداره و یک اپراتور تازه کار هم میتونه به درستی و تمیزی جوش کاری کنه. مورد مهم دوم اینه که تولید رو از مرحله رنجاور سنباده زنی بی نیاز میکنه. قیمت این دستگاه در صورتی که با سورس مکس ارائه بشن $6500 و در صورتی که با سورس BWT یا GW ارائه بشن $6000 و این به انتخاب شماست. این قیمت ها مربوط به نیمه دوم سال 1403. اگر قصد خرید دارید و یا هر سوال دیگه‌ای دارید با این شماره تماس بگیرید.